بعضی از بازی‌ها به خاطر آزادیشون، بعضی از اونها به خاطر داستان فوق‌العاده‌شون و بعضی از اونها به خاطر باس‌های دیوونه کننده‌شون. این شما و این یه لیست از بهترین باس‌های تاریخ ویدیو گیم. خب لیست رو با بازی گاد آف وار 3 شروع کنیم. داریم در مورد بازی صحبت می‌کنیم که شاید از لحاظ گرافیکی به بازی‌های امروزی نرسه، ولی مطمئناً از لحاظ فنی حتی جلوتر از خیلی از بازی‌های امروزی هست. فایت‌های بازی خیلی خوب نوشته شدن و از اول تا آخر هیجان خالص هستن. اونایی که بازی کردن قشنگ یادشونه اول بازی چه جوری بود، ولی اینو میگم برای اونایی که بازی نکردن و تو فکرشن که بازی کنن، احتمالاً بعد این ویدیو. همون اول وقتی که بازی رو شروع میکنین، بازی شما رو مقابل پوسایدون، همون خدای پوسایدون، خدای آب قرار میده و این فقط یه دستگرمیه واسه شما. کلا سری های گاد آف وار پر شدن از باس‌ها دیوونه کننده و چالش برانگیز. حتی این دوتای آخری که آره شاید به اندازه اون سگانه اول دیوونه کننده نیستن چون مدرن ترن، ولی بازم یکی از دیوونه کننده ترین باس‌های کل سری توی گاد آف وار 3 هست که شما در مقابل کرانوس قرار میگیرین. اصلا شما ابعاد باس رو ببین، اصلا کریتوس نمیتونه این رو شکست بده. کریتوس 100 برابر کوچیکتر از انگشت اون هست. گاد آف وار 3 نسبت به گاد آف وار 2 باس‌های زیادی نداره، ولی میدونین کیفیت مهمتر از کمیته و شاید خیلی ها مثلا خود من باس‌های رگناروک و همون نسخه قبلی رو ترجیح بدیم، ولی کاملا سلیقه‌ای. و بازی بعدی متال گیر رونجرز. کلا بازی پلاتینومی که متال گیر هم از اون مدل ها هست، استاد درست کردن باس‌های دیوونه کننده هستن، ولی بهترین مثالشون برای این مورد این بازی است. با این حال نه یه بازی طولانیه و نه یه بازی هست که باس‌های خیلی زیادی داره، ولی هر کدومشون شاهکار هستن. هر کدوم از باس‌های این بازی با ظرافت و دقت طراحی شدن و چیزی که این باس‌ها رو بیشتر دیوونه کننده و بیشتر به یاد موندنی تر میکنه، موسیقی‌های فوق‌العاده بازی موقع باس فایت‌ها هست. و بازی بعدی متال گیر سالید 3. کل سری متال گیر سالید پر شده از دیوونه کننده ترین باس‌های دنیا ویدیو گیم، ولی یه نسخه‌ای که تمام ویژگی های این نسخه رو همه رو یه جا داره این بازی هست. تمام فایت های این بازی حتی کوچکترین و بی اهمیت ترینشون هم بی‌نقص، جالب و تاثیرگذار و تحسین پذیر هستن. و چیزی که سری متال گیر رو برای گیمرها خیلی جذاب میکنه مدل پازل توری هست که برای شکست دادن هر باس باید اول نقطه ضعفش رو پیدا کنیم، نه اینکه فقط یه ماشین گان و 1000 تا گلوله بریزین رو سرش. و شماره 3 احتمالاً عجیب ترین باس های کل سری رو داره. اولین سربازی که با اون توی بازی مبارزه میکنیم با زنبورها با شما بازی میکنه. دوباره میگم با زنبورها، و از اینجا بازی فقط عجیب تر میشه. و یه پیرمرد که خیلی توی اسنایپر حرفه‌ای هست شما رو مجبور میکنه که به یه باس بریم و یه باس فایت انجام بدیم و به جای اینکه همه جا رو بدوین دنبالش بگردیم باید خیلی مدل استلتی دنبالش بگردیم و یا میدونین صبر کنیم بمیره چون خیلی پیره. He's dead. What the hell happened? Maybe it was from old age. You mean he kicked the bucket in the middle of a battle? Maybe. Well, Snake, the victory is yours. و بازی بعدی Devil May Cry 5. این سری اساساً بازی‌های شوتر سوم شخص اکشن رو اختراع کردن. کل این سری پر شده از باس‌های فوق‌العاده و دیوونه کننده، ولی ما قراره در مورد آخرین شماره این بازی صحبت کنیم. Devil May Cry 5 بهترین و روون‌ترین سیستم مبارزات رو تو کل سری داره. و چه اتفاقی میفته وقتی یک گیم پلی روون و فوق‌العاده با باس‌های فوق‌العاده تر ترکیب بشه؟ نتیجه میشه Devil May Cry 5. هر باس توی این بازی روش مبارزه مخصوص به خودش رو داره و حرکات تک تک باس‌ها غیر منتظره هستن و غیر قابل پیش بینی، که از اون بازی‌هایی است که باس فایتاش 100% حواستون رو میخواد. و اما فایتی که باعث شده این بازی توی این لیست قرار بگیره فایت نهایی بازی است. این فایت خشونت زیادی داره، حماسه‌ای، ابعاد بزرگی داره، فوق‌العاده است. تقریبا تمام چیزهایی که شما از یه باس فایت بی‌نقص می‌خواید. یه باس فایت فوق‌العاده و هیجان انگیز که به راحتی یکی از بهترین باس فایت‌های تاریخ ویدیو گیم هست.
و بازی بعدی Shadow of the Colossus. اگه قرار یه بازی بسازیم که کلاً در مورد باسا و غول‌های بزرگ باشه، این بازی یه نمونه خوبی واسهتون هست. تمام فایت‌ها این بازی فوق‌العاده هستن و برخلاف بازی‌های دیگه تو این لیگ که زرق و برق زیادی دارن، این بازی فایتاش آروم ولی هیجان انگیز هستن. یعنی چی بگم، کل هدف بازی شکار کردن چند تا هیولای گنده سنگی هست. هر مقابله با این هیولاها توی این بازی اساساً یه پازل هست. شما باید راهتون رو به طرف نقطه ضعف این هیولاها پیدا کنین تا بتونین شکستشون بدین. هیچ دو فایت مشابهی توی این بازی وجود نداره و همه فایت‌ها متفاوت از هم هستن. و خب برسیم به بازی‌های بعدی. و رسیدیم به بازی مانستر هانتر. کل این سری در مورد شکار هیولاها هست. هدف بازی اینه، گیم پلی بازی اینه، محیط بازی اینه، همه بازی‌ها اینه. تموم، کل بازی همینه. هر کاری که شما تو بازی مانستر هانتر بکنین یه ربطی به شکار هیولاها داره. شاید فرمول بازی تو نگاه اول خیلی تکراری به نظر بیاد و شاید فکر کنین بعد یه مدت از بازی کردنش خسته بشین، ولی تک تک باسا این بازی طراحی مخصوص به خودشون رو دارن، توی جای متفاوت زندگی میکنن و باید برای شکست دادن هر هیولا توی این بازی یه تاکتیک مخصوص بچینید. اونقدر محیط‌ها و لوکیشن‌های بازی متفاوتن، هر هیولا با هیولای دیگه متفاوته که برخلاف روند بازی شما اصلا خسته نمیشین. و سری بازی‌های مانستر مثل بازی‌های اکشن سوم شخص دیگه توی بازار نیستن. زمان بندی و نوع مبارزه که قراره تو این بازی بکنی خیلی مهم و حیاتی هست و همینطور جایگیریتون، چون قراره باسای مقابلتون قرار بگیرن که با یه ضربه کارتون تمومه. و بالاخره شماره 1 بازی‌های فرام سافت‌ور. دیگه چی میتونه توی شماره 1 باشه ها؟ دیمن سولز، دارک سولز، سکیرو، الدر رینگ، بلادبورن، همه این بازی‌ها باس‌ها شاهکار و فوق‌العاده‌ای دارن و تا الان هیچ بازی نتونسته با این سری رقابت کنه. استودیو سافت‌ور تا الان با اون بازی‌هاش کاملا معروف شده و هیچکس تا الان نتونسته به پاش برسه. بازی‌هایی که شاید به خاطر سختی و چالش برانگیز بودنشون معروف هستن که شکست دادن هر باز و تموم کردن کامل بازی‌های فرام سافت‌ور کار هر کسی نیست. و تازه ترین بازی فرام سافت‌ور الدر رینگ که یه مدل مدرن تر از سری بازی‌های قبلی این استودیو هست و مثل تمام سری ها شاهکار دیگه این سری هم بازهای بد و مزخرفی داره به اندازه کافی و فرام بازی‌های خیلی زیادی داره که مطمئناً باساشون جزو بهترین باسای تاریخ ویدیو گیم هستن و همیشه توی همه بازی‌هاشون یه باس مخصوص و به یاد موندنی هست و مطمئناً تو خیلی از بازی‌هاشون بیشتر از یکی. سری فرام سافت‌ور تو قلب گیمرها یه جای مخصوص دارن. کلا سری فرام سافت‌ور تلفات زیادی به گیمرها دادن، حتی شاید بیشتر از بازی ننگابی، ولی تلفات این سری مالی هست نه جانی. خب ویدیو چطور بود؟ لطفاً اگه دوستش داشتین با لایک و سابسکرایب کردن از من حمایت کن.